روز سه‌شنبه وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس به اعضای کنگره گفت که آمریکا در افغانستان کامیاب نیست و تاکید کرد که میانه‌های ماه ایول استراتژی نوی افغانستان به وکیلان پیشکش خواهد شد. خبرنگاری رویترز میگوید این سخنان وزیر مدافع تعداد زیادی وکیلان را خوشحال نکرد. فعلا در افغانستان ما کامیاب نیستیم. ما به زودترین فرصت وضع را تغییر میدیم. روز گذشته وزیر دفاع آمریکا به کمیته سنا در امور خدمات ارتش گفت که گزینه‌های موجود در رابطه با افغانستان را به زودی در اختیار پرزیدنت قرار می‌دهد و استراتژی نوی ایالات متحده با نظرداشت نحوه منطقوی بنیاد می‌شود. تا حال در افغانستان بیش از 2300 سرباز به هلاکت رسیده، 17000 سرباز دیگر جراحت برداشته است. مقامداران آمریکایی اعتراف می‌کنند که ماه‌های اخیر وضع افغانستان خیلی وخیم شده است. ماه می ترکش در مرکز کابل بیش از 150 نفر را کشته به جا گذاشت که مرگبارترین حمله از زمان برکناری حکومت طالبان در سال 2001 به شمار می‌رود. روز سه‌شنبه 3 سرباز آمریکایی را یک نظامی افغان به قتل رساند. کی ما در کنگره آمریکا با استراتژی نو برای افغانستان که از چارچوب 8 سال گذشته بیرون خواهد بود آشنا می‌شویم. امیدوارم تا میانه‌های ماه ایول آماده خواهیم بود. ما بند و بست آن را تهیه داریم و باید کفالت دهیم تأخیر آن به ما گران نیفتد. ماه اپریل خبرگزاری رویترز گزارش داد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نقشه دارد از 3 تا 5000 سرباز آمریکایی را به نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان همراه کند. بعضی کارشناسان آمریکایی ضرورت ارسال نیروهای علاوه‌ای را زیر سوال بردند. طبق آمار آمریکایی در حال حاضر نیروهای حکومت افغانستان 57% خاک این کشور را تحت نظارت دارند.